انتقادها بر مدیریت ضعیف آبهای مرزی کشور پس از آن اوج گرفتند که روز پنجشنبه رئیس جمهور ایران در نشست گرد و غبار در تهران ساخته شدن بندها بر دریای هریرود و هرمند را از سوی افغانستان انتقاد کرد. معاهده بین جمهوری ایران و افغانستان به امضا رسیده. این سند عملا در اختیار مردم افغانستان قرار دارد. هر گونه بحث بالای آب به حیث یک مشکل بین دو کشور از بنیاد منتفی است. پیش از این حکومت افغانستان برای مهار آبهای روان مرزی از ساخت بیش از 21 بند در 5 حوزه آبی کشور برنامه ریخته است که از این میان بند سلما بر دریای هریرود ساخته شده است. کار ساخت بخش دوم بند کجکی در هلمند، بخش نهایی بند کمال خان در نیمروز و ساخت بند بخش آباد در فرا بر دریای هرمند نیز ادامه دارند. وزارت انرژی و آب میگوید که این وزارت برای ساختن بندهای کفکان، تیرپل و پاشدان در هرات که بر دریای هریرود ساخته خواهند شد نیز آمادگی میگیرد که با ساخته شدن این بندها آبهای مرزی در حوزه‌های غرب و جنوب کشور مدیریت خواهند شد. در حدود بیشتر از 15 بند کارش جریان داره و در حدود 15 بند دیگر هم کارهای تدارکاتیش تحت جریان هست که ما با کمپانی های که واجد شرایط هستند و میتونن پروژه را تکمیل کنن عقد قرارداد کنند. اما شمار از آگاهان اقتصاد میگویند که وزارت انرژی و آب تاکنون نتوانسته است که گذشته از پروژه های نیمکار حکومت گذشته پروژه های جدید و بزرگ بندسازی را در کشور آغاز کند. دا هر ورځ اهمیت زیاتیږي. موږ وایو چې مدیریت کوو خپل څه کوو. اوس 1% هایدرو پاور څخه موږ ګټه پورته کوو. 99% زموږ هایدرو پاور هم دغسې زی هلته ډیم او یا په اصطلاح بندونه په نور ګاونډي هیوادونو کې جوړیږي او دوی ځینې ګټه پورته کوي. افغانستان به گونه میانگین سالانه 70 میلیارد متر مکعب آب روان دارد. اما بر بنیاد اطلاعات داده شده 80% این آبها بدون استفاده به ایران، پاکستان و شمار از کشورهای آسیایی میانه می‌رسند.